دخترها تیاری ها به دور ولایتی چه خیلی؟ تیاری ها به دور ولایتی خیلی خوب پیش رفته ایستادند و ما هر روز اثرهای نو، غزلهای نو را مطالعه نموده ایستادیم، از بر کرده ایستادیم و امیدوار از آن هستیم که در دور ولایتی سزاوار جای نمایان گردیم. به دور ولایتی آزمون خیلی جدی تیاری دیده ایستادم و پیوسته به خواندن و مطالعه نمودن اثرها مشغولم. بله، این آزمون با نفوذ دوباره دل ما را به کتاب و مطالعه آن گرم ساخت و امروز در همه گوشه و کنار کشورمان خرد و بزرگ به کتابخانه میل پیدا نموده به این آزمون بی‌مثل شرکت می‌ورزند. ما امروز مهمان کتاب دوستداران از دهه آببردان ناحیه مشجاع گشتیم و خواستیم از رفت آمادگی این دخترکان صاحب ذوق یک برنامه جالب آماده نماییم. فکر میکنم سفینه حافظزاده را اکثریت در خاطر دارند، زیرا او اولین دخترک مشجاعی است که در دور نهایی آزمون غالب آمده است و امروز با سری بلند نام دانشجو را دارد. او طریق کواته پرزیدنتی در فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکند. امروز تعطیل خود را در ناحیه اش سپری می نماید و به دخترکان دیگر برای آمادگیشان به آزمون کمک می رساند. ضمن صحبت بابت تاثیراتش از آزمون و موفقیت‌های امروزش حرف زد. اشتراک من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است یک امکانیت بی‌نهایت بزرگ بود، یک فرخواندگی بود، یک راه بود که مرا به مقصد و قله‌های بلند زندگی رسانید. هم گویم خطا نمیکنم، زیرا که تشکیل همین آزمون و مطالعه و اشتراک من در این آزمون مرا همچون یک دخترک با جرأت، یک دختری که به خود باوری حاصل نمود، یک دختری که فهمید که اگر مهنت کند، اگر از روی خود کار کند، اون میتواند که به قله‌های خیلی از این هم بلندتر رسیده میتواند. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. غیر از این که به من غالبیت مالی داد، همچنین غالبیت معنوی را نیز به نهایت قوی نمود، زیرا که هر یک اثر ما باید فراموش نکنیم که نامیناسیون کلاسیکی تاجیک این یک نامینه هست که برای فهمیدن غزل، برای فهمیدن اثرهایی که کلاسیکان ایجاد نمودند، یک باید که اول شخص صبر به نهایت زیاد داشته باشد، زیرا که برای تحلیل یک غزل بعضا وقت لازم آمد که ما باید 3-4 کتاب را مطالعه می نمودیم یا که بیشتر از آن. یک صبری به نهایت بزرگ را طلب می کرد آمادگی به آزمون. بعد انسان غیر از این که صبر در مطالعه، صبر باید در خود انسان هم باشد که از کارهای بیرونه کمی خودداری نماید. یک مدت پرهیز میگن که باید پرهیز نماید، یک مدت از کارهای بیرونه و خود را همون پره وقف کتاب نماید که کلاسیک همین چیز را طلب میکنند. باید انسان پره وارد همون چیز گردد، پره وارد همون فضای کلاسیکی بودن لازم که معنا و معوای همون اثر یا اینکه غزل رو انسان درک کند. و بعد از غالبیت در این آزمون، وقتی که من اولین مرتبه به صحنه برآمدم، وقتی من به دور جمهوریوی رخ یافتم، با همراهی من مادرم و استادم نرفتند، گفتند که اگر غالب آید بعداً میرویم. وقتی که من رفتم اونجا فقط یک دخترک بود، 2 دختری مشجاعی بودیم. بعد وقتی که من اولین مرتبه به صحنه برآمدم، من یک ویژگی دارم که اگر در یک صحنه 2 مرتبه برآمد کرده باشم دیگر هیجان ندارم، ولی صحنه که اولین مرتبه قدم میگذارم یک هیجان خاص خود را دارد، مخصوصا صحنه که اونجا قرار است که از چیزی که مطالعه کرده ای از آن پرسش شود. مثل یک حسی عجیب میموند که همون در دل ترس است. انسان در دل وقتی که همون صحنه میبراید در دل ترس است، زیرا اونجا شخصان عادی ننشستند، دکتر علم ها، پروفسور ها، قرار است که اونها تو را سوال جواب کنند. اولین مرتبه که من به صحنه آزمون برآمدم، خوشبختانه حکمان به نهایت شخصان خاکسار حلیم بودند و با لحن به نهایت خوب با من صحبت کردند و این یک بولیدگی روحی من گشت.
خوب ادامه دادم در صحنه چقدر قریب 1 ساعت یا اینکه زیادتر از آن بودم در صحنه آزمون. بعد از که همه سوال جواب‌هایم ختم شد، بعد پیش از من یک دخترکی که از مسجد کوهی بود گفتن که ربایی خلقی گوید. بعد وای ندونست، من سعی کردم که همون خطاگی دخترکی مسجد را پوشانم. بعد در آخر گفتم که اگر اجازت باشد من یک ربایی مسجدی گویم. خندیدن اجازت دادن. ای مهمون شویا به خونه مسجدی، هی جون شمع کند به پیش پاد قربونی، هی با نان و فطیر و کلچه و لاچوره، هی در خونه دل تو را کند مهمونی. هایا من با همین ربایی جنبست کردم، برآمدم. شخصی که پیوسته مهنت میکند ثمره مهنت آن به بهره هیچ وقت نمیماند. بعد از جنبست کردن آزمون ما به خانه برگشتیم. بسیار کوشش میکنم که همین دخترکا هم ناامید نباشند و کمک کنیم که در همین راه موفق شده امروز همون خوشحالی خوشنودی که امروز من در دل دارم و همون سپاس و ستایشی که من امروز نسبت به جناب عالی، نسبت به وطن آباد و آسایشته دارم، اینها هم در ضمیر خود حس کرده باشند و میگن که زندگی زیباست اما زیب این دنیا زن است. همچون زنهای صاحب قدر بلند اختصاص برای آبادی وطن و ملت سهم خود را گذاشته باشند. بله، غالبیت سفینه برای دیگر جوان دختران نمونه گردید و در آنها نیز شوق و خواهش اشتراک در این آزمون پیدا گشت. یکی از آنها شادانه دولت و می باشد که سال گذشته او نیز در دور جمهوری آزمون غالبیت به دست آورده است. اولا خوشبخت از آنم که در یک دولتی آباد، خرم، حقوق بنیاد، دنیوی، دموکراتی زندگی میکنند و منتداری خودم را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین یک آزمون‌های با نفوذ پیشنهاد کردند تا ما خوانیم، دانیم، آموزیم و گذشته خود را فراموش نکنیم. بعد از غالب شدن سفینه شوق و رغبت در من بسیار زیاد شد، زیرا منم میخواستم غالب این آزمونی با نفوذ گردم و بعد از آن تصمیم گرفتم من هم در آزمون اشتراک کنم. سالهای اول از دورهای ناحیوی، از دورهای مکتبی راحت نمیافتم و بعد از در جمهوری جا گرفتن سفینه من آمادگی جدی را شروع کردم و با یاری معلمم آمادگی جدی دیده در سالهای اول البته در دور ناحیوی و ولایتی سزاواری جای نگشتم. بعداً خطاگی های خود را فهمیده، اصلاح شده، پرتر، زیادتر آموخته به دور جمهوری راحت گرفتم و در دور جمهوری البته رقابت ها خیلی زیاد بود، زیرا در آنجا از بین هزارها نفر بهترین ها را پیدا کردن. البته این کار آسان بود. هنگامی که به صحنه می برآمدیم در صحنه داوران هنگامی که بازخوانی بنده دولت و شادانه شروع کردن با تبسم گفتند که بنده با یک طرز خاکسارانه ابراز کرده شد، یعنی به یک طرز صمیمی گفته شد و در رفت آزمون سوال جواب های زیاد شدن. بعد از سوال جواب ها بعد مشاهده شدیم که سزاوار جای سیوم گشتم. برای آزمون من از روی نومیناسیون خواندن و زیاد کردن آثار ادیبانی کلاسیک اشتراک کرده بودم. زیاده از 120 غزل، 150 ربایی، 200 بیت داستان، 150 بیت قصیده، 130 بیت دیگر نوهای شعری و غیر از این باز زیاده از 45 اثر نثری نیز مطالعه کرده بودم. از بین آنها سوال و جواب ها، لغت ها، تحلیل اثرها، تحلیل حکایه ها، معنا و محتوای غزل ها، بسیار سوال جواب های البته دشوار هم بودند. خوشبختانه به همه آنها جواب ها دادیم و سزاواری جای گشتیم. آزمون فروغ صبح دانای کتاب است واقعاً چون یک آزمون تقدیرساز به غالبان در آرزوها را باز کرد. امکانیت و امتیازهای آزمون برای غالبان زینه‌های مستحکم به سوی فتح قله‌های بلند زندگی گشتند، میگوید موجود حکیمه. او خود کارمند مقامات اجراییه حاکمیت دولتی ناحیه مسجد است.
از بس که به ادبیات و آثار بزرگان تاجیک محبتی زیاد دارد، امروز دخترکان را مثل فرزندش سفینه به آزمون آماده می کند. درباره امتیازهای آزمون اگر سخن گوییم، آزمون هم برای جوانان هم برای دختران به نهایت سری وقتی بود، ولی من فکر میکنم برای دختران دهات به نهایت یک امکانیت بزرگ شد. اینا در برابر در همین آزمون اشتراک کردن. پیش از همه اگر همون جایزه هاشون مبلغ‌های کلانی پولی هست در این آزمون، من امسال 2 برابر با تشبث و دستگیری های پیشوای معرفت پروری ملت تاجیک محترم امام علی رحمان 2 برابر مبلغ‌های آزمون زیاده گردید. در برابر همون مبلغ‌های آزمون پیش از همه جهان معرفت و معنویات این دختران دیگر می شود. آنها راه زندگی خود را یافته می توانند. باید چیکار کنن؟ آینده صبر را می آموزند. اینقدر کتاب، بعد از اینقدر کتاب خواندن البته از این دخترانی بهتری می براید. دیگری این که من دختران در آزمون ها به دیگر دختران شهر و دیهات وا میخورن، صحبت میکنن، جهان بینیشان دیگر میشود. امکانیت های دیگرش که من به دانشگاه ها دختران دیهات بعضا وقت در بعضی عائله ها هست که شرایطشان نیست که این دختر بچه ها رفته بخونن. خیلی در منتالیته ما خیلی است که پسر بچه ها رو اول میخوانند، بعد مبلغ مونه دیگر دختران رو میخوانند. ولی این آزمون امکان داد که اینا همون مبلغ آزمون رو، مبلغ خواندن رو به دست میارن و هم رایگان به همین کدام دانشگاهی که دلخواه دانشگاهشان رایگان داخل می شوند که این یکی از افضلیت های بهترین، یکی از امکانات های بهترین برای دختران دیهات می باشد. غزل از ایجادیات استاد شهریه. به کجا روم که آنجا به جز از وفا نباشد، غم و درد زندگانی به کس آشنا نباشد، همه جفت خویش یابد به وفا و مهربانی، زی عزیز خویش فرد نفس جدا نباشد، زی نگاه نوجوانان شرر خجستری زد، زی زبان موی سفیدان به جز از دعا نباشد، سر من به قصد شیطان نزند به سنگ لعنت، که منی فرشته خورا سبب جزا نباشد، به کجا روم که آنجا همه چشم سیر بینم، زی میان کوچه باغش گذری گدا نباشد، زی غم قضا شکایت نبرند شاعرانش، که به شاعران گدایی زی قضا روا نباشد، به نقاب خنده پوشم دل دردمند خود را، چو نگاهی گریه ریزم به دل دوا نباشد، چه صفای آرزوی من گل و ساده دارم، به ته سما چنینم اثر سرا نباشد. نه بهترین غزل را شکرانه جان شما انتخاب کردید، به نهایت انتخاب بلند دارید، زیرا در این غزل خود شهریه به زندگی یک نگاه گرم را افاده نموده است. به کجا روم که آنجا به جز از وفا نباشد، که این بهترین مصرع است. البته وفاداری، خوشنودی، روزگاری پر از مهر و عشق و محبت را همه کس آرزو میکند و به هر حادثه های روزگار باید آماده هم باشیم. ولی چون روزگار را ما میدانیم روزگار پست و بلندی دارد، در پستی هایش باید نافتیم، در بلندی هایش باید از خود نرویم. چنانه که حافظ گفته است: بیا حافظ به جان این پند می نوش، که گر اسبان نیفتی بر سرایی. یعنی ما اگر راه افتاده نشویم، ما خسته نشویم، ما ناامید نشویم، اگر اسبان نافتیم، اگر چی می شویم؟ سربلند می شویم، ولی هم موفق می باشیم. همین طور همه روزه شاگردان رو با چنین یک دستگیری و مصلحت ها دلاشون رو پر میکنیم و با آزمون آماده می نماییم. تشکیل آزمون فروغ صبح دانایی برای تمام مردم کشور یک روز عید بود، یک تحفه بهترین بود و برای خاندان ما نیز با شرافت و یک خصلت های نجیب خود تشریف آورد. چنانه که به آزمون اولین شاگرد من گویم هم خطا نمیکنیم، دخترچه ما حافظزاده سفینه خان را آماده کردیم و در برابر آماده شدن ما به جهان
معرفت و معنویات وارد گشتیم که در خانه یک فضای دیگرگونه بود و وقتی که از کار برمیگشتم در تحلیل یک غزل یا که تحلیل یک کدام حکایه ها یک عالم معنی برداشت میکردیم و همون خستگی ها رفت میشد و در برابر این گویا که به زندگی یک راه های نو، یک نگاه های نو گشوده میشد. همین طور شکرانه که بعد از سفینه خان من شادانه بانا در سال 2023 آمادگی دیدن به آزمون فروغ سپیدانایی از روی نمونه ادبیات کلاسیک تاجیک. با کارامو با همراهی سفینه خان از پس شادانه خان شدیم و در برابر آماده کردن شادانه خان خود نیز از بسیار چیزها واقف گشتیم و امسال خوشبختانه به صف اینها زیاد شد. من به نهایت خوشنود هستم که هنگامی که گرچند که در کار دولت هستم ولی وقتی که به خانه میبیم شاگردان عزیزم را انتظار هستند و فلان کتاب را خوانده مطالعه کرده شدیم، فلان غزل را از یاد کردیم، تحلیلش رو به ما میفهمانیدید یا که من از یاد کرده بگویم شما در کجایش من کمبودی کرده استادم گفته آنها خود به اینجا میبایم و یک امید که معلمه به ما راه درست را نشان میده باید چیکار کنیم. به نهایت در خود یک افتخار حس میکنم، خوشنود میشوم. اول اینکه دختر جانهای ما من در یک دوره گلوبالی هست که امروز همه دختران پسران همه روی به تلفن ها آوردند و هر کس هم روی به کتاب آوردن را نمیخواهند. لیکن شاگردان من وقتی که همون اثرها رو همون غزل ها رو خوش رو تحلیل میکنیم در آنها شفق زیادتر میشن و باز هم به انتظاری میبیاین، کوشش کرده ایستادن. مهم از همه که آنها به همین کتاب خواندن شفق بی اندازه پیدا کردن. شکرانه بابا جانزاده در دور ناحیوی آزمون غالب گشت و امروز با راهنمایی استادش به دور ولایتی آمادگی دارد. شوق کتابخوانی در ضمیرش از بچگی جای داشت و همیشه در مطالعه بود. همین محبتش به کتاب او را به آزمون پیوست. اصلا از خورده به کتابخوانی و از یاد کردن غزل‌ها و شعرها شوق و رغبت بسیار داشتم. در یادم هست که در تاقچه خانه‌مان کتاب‌های بسیاری بودند و مادرم میگفت که اینها از رحمتی پدرم هستند. اولین کتابی که من از آنجا گرفته مطالعه نمودم این اثر گلستان سعدی شیرازی بود. بعدا من دیگر به مطالعه دیگر کتاب‌های آنها مشغول شدم که آنها غزلیات حافظ شیرازی، کمال خوجندی و از ابوالقاسم لاهوتی می باشند. بعدا تقریبا در صنف 5 بودم که من به کتابخانه مکتبمان آبونه شدم و از آنجا من کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین بلخی را گرفته مطالعه نمودم که یکی از آن داستانهایش حالا در خاطرم نقش بسته است. داستان بازرگان و طوطی. بود بازرگان و او را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را ز جود، گفت بهر تو چیارم گوی زود. هر یکی از وی مراد خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. داستان با چنین مصرع‌های نظمی شروع می شود. بازرگانی بود و او طوطی زیبایی داشت و وقتی که بازرگان روز رخت سفر می بندد همه غلامان خود را می پرسد که از سفر با آنها چی آرد و غلامانش به او هر یکی چیزی می خواسته خود را می گوید. بازرگان به نزد طوطی خود آمده از او می پرسد که در سفر برای او چی آرد. طوطی به بازرگان می گوید چون به هندوستان برسد آنجا سیله طوطیان ببیند و حال طوطی در قفس خود به آنها بیان نماید. چون بازرگان به هندوستان می رسد و برای همه غلامان خود هدیه می گیرد، آن سخن طوطی به یادش می رسد و نزد طوطیان بسیاری رفته حال طوطی خود بیان می کند. آنجایی که از آن طوطیان از هوش می رود و بازرگان باشد با خاطر ملول راه خانه خود پیش می گیرد. چون همه تحفه ها به غلامان خود می سپارد، نزد طوطی آمده می گوید
چون من حال تو به آن طوطیان بیان کردم، یکی از آن طوطیان آنجا از هوش رفت. و چون طوطی این سخن از بازرگان میشنود، آنجا او نیز از هوش می رود. و بازرگان گمان می کند که طوطی او مرده است و قفس را می کشاید. چون طوطی قفس را باز می بیند، زود پرواز کرده به سیلی طوطیان می پیوندد. مضمون این اثر زیرکی و دانایی طوطی را می ماند که او از همه هدیه بهترین، بزرگترین آزادی را انتخاب می کند و با زیرکی خود به آن نایل می گردد. شکرانه چند مراتبه دانش خود را سنجید ولی موفق نگشت. امسال باشد موافق نظامنامه آزمون از روی نومیناسیون ادبیات معاصر دانشش را مکمل می سازد. پیشوقتر من در آینه نیلگون آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را تماشا می کردم و در دل من آرزوی پیدا شد بود که در این آزمون شرکت ورزم. و من بسیارتر کتاب ها مطالعه می نمودم و در دور مکتبی از این آزمون شرکت ورزیدم، ولی سزاوار جای برای راحت به دور نهایوی نیافتم. و از همین سبب در چند گاه در دهه ما آوازه پهن شد که یکی از دختران ناحیه ما در دهه، حافظزاده سفینه خان، در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است سزاوار جای نمایان گشته است و در دهه همه تعریف او را می کردند و باز شوقی در آزمون اشتراک کردن بر من پیروز شد و من نیز خواستم در این آزمون شرکت ورزیده به مثل سفینه خان سزاوار جای نمایان گردم. و با همین مقصد در راه به خانه سفینه خان پیش گرفتم و خواستم از او راهنمایی بپرسم تا اینکه او سبب بر من بگوید چرا من طول چندین سال در این آزمون شرکت می ورزم ولی موفق نمی گردم. چون من به نزد حافظزاده سفینه خان آمدم و در برابر سوال و جواب معین گردید که من از روی نظامنامه آزمون تیاری نمی دیدم و بعد ما همراه معلمه موجوده حکیمه و پگاه آن روز به کتابخانه ناحیه رفتیم و در آنجا من آبونه شدم. اولین کتابانی که من از ادیبان معاصر گرفته مطالعه نموده بودم این یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی بودند و بعد از این خوشبختانه تا عین حال اثرهای من به 142 رقم رسیده است و من تیاری جدی می‌بینم و می‌خواهم آرزو دارم که در دور ولایتی این آزمون نیست سزاوار جای نمایان گردم. صبرینه حکمت و نیز از خوش‌ذهن‌ترین اشتراکچی آزمون است. سال گذشته تا دور جمهوریوی رفته صاحب جای افتخاری گشت ولی کوشش دارد امسال سزاوار مقام نمایان گردد. خواهش او را اهل عائله نیز دستگیری می‌کنند زیرا او در عائله صاحب معرفت به کمال رسیده است. سال چهارم است که من در این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌ورزم و سال گذشته توانستم که به دور نهایی راه خط یابم. هرچند که سزاوار جای نمایان نشدم، امسال با تیاری جدی به این آزمون تیاری دیده ایستادم و خطاگی هایی که در دورهای گذشته کرده بودم امسال اصلاح کرده ایستادم. از روی نومیناسی از یاد نمودن و خواندن آثار ادیبان معاصر اشتراک کردم و خطاگی من این بود که حکایه های خود را پره نکرده بودم در دوره گذشته و امسال باشد همه موادهای خود را پره نمودم و تیاری به دور ولایتی این آزمون است. خوشبختانه در عائله‌مان همه اعضای عائله کتاب دوست هستند، از جمله بابایم، پدر و مادرم و در این آزمون به من بابایم خیلی کمک رسانیدند در انتخاب کتاب ها، انتخاب غزل ها. مرا به کتابخانه های ناحیوی و ولایتی زیاد میبرند و با استادان، با استاد رحیم میرزاعلیم، موجوده حکیم و استاد میرسید بهرام کاربری مینمایم. از روی نومیناسی من 70 رمان و پاوست، 100 حکایه، 50 آچرک نویله، 120 غزل، 300 بیت پارچه از داستان ها و 200 بیت دیگر نوهای شعری از خود نمودم.
مقدار زیاد نموده که غزل‌های من از روی نامیناسیون زیادترند و حالا می‌خواستم مادرنامه استاد میرزا ترسونزاده را قرائت نمایم. طفل ماندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست. قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تا امروز مادر کوی تو در یاد نیست. رفتم از زنهای پیری دیه کردم جستجو، رفته با سنگ مزار تو نمودم گفتگو. گوش کردم رفته هر یک جنبش شاخ درخت، با گیاه و سبزه های دشت گشتم روبرو. رود می گفتم که او آبی مرا نوشیده بود، کوه می گفتم که در آغوش من کوشیده بود. غوزه می گفتم که کرباس مرا پوشیده بود، دایه می گفتم که با من شیر گاو دوشیده بود. چشمه می گفتم که آمد کوزه بر سر پیش من، خور می گفتم که پایش کرد زخمی نیش من. برق می گفتم که از من بود چشمش در گریز، ابر می گفتم که بود در گریه کردن خویش من. شهد در کامش همیشه تلختر از زهر بود، هم شریعت هم طریقت سروری بدقهر بود. مادری بیچاره تو مختصر سر تا به پا، یک زنی ناسوده و یک مشتی فر در دهر بود. یک زنی دیگر که در ده بیش از 100 سال داشت، مادرت می گفت او در کنج لب یک خال داشت. کلچرو زنجیر مو در قد و قامت چون نهال، گر سوال آید از ملا زبانی لال داشت. مادرم در یاد تو گشت و گذار می کنم، بهر مهر تو دل خود را مزار می کنم. خدمت شایسته بر یار و دیار می کنم، نظم خود را بر سر قبرت شیار می کنم. دوست دارم مادرم با یاد تو قشلاق را، رودهای نقرگین و نیلگون آفاق را. جلوه کن در بام مکتب لالگون بیراق را، همزمان قشلاقیان در محبت طاق را. شعر گویم آید از شعرم صدای مادرم، دیه گویم بر سرم آید هوای مادرم. سال خورده گر زن روز دوچار آید به من، گویمش که باش تا هستم به جای مادرم. این دخترکان هر بیگاه در حولی استادشان جمع می شوند و از همدیگر تجربه گرفته دانش خود را پوره می سازند. بین هم غزلها را بیت به بیت تحلیل نموده لغتها را از خود می کنند. حالا تا دور ولایتی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است فرصت هست و امید داریم که با سری بلند اشتراک نموده موفق می گردند. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا. گویم رو زنده رو سلطانی وقتی خیش باش، بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. گفتمش در آب آرس عکسی رویت را نما، گفت هر دم خودنمایی خوش نمی آید مرا. از لبی لعلت نپرهیزم به دفری آن دو چشم، پیش مستان پارسایی خوش نمی آید مرا. منکری زهدم برویش تا نظر باز آمدم، پاک بازم من دغایی خوش نمی آید مرا. صوفیان گویند چون ما خیز و در رقص کمال، حالت وجد ریایی خوش نمی آید مرا.